سلام، وقت بخیر خدمت کلیه دوستان و کسانی که این ویدیو ما رو تماشا میکنن. خدمت دوستان اعلام کنم بنده ستار بشتام هستم، مدرس هوش مصنوعی، مهندس سایتی هستم. یه نکته کوچیکی رو برای استارت هوش مصنوعی خدمت دوستان اعلام کنم. دوستان توجه داشته باشید، کسایی که میخوان هوش مصنوعی رو استارت بزنن خواهش میکنم به این توجه کنن. اولا میخوان یوزر باشن یا میخوان طراح باشن. اینا دو تا مقوله کاملا اصلا جدا هستش. بیشتر ویدیوهایی که وایرال شده اصلا اینو برای اون کاربر یا اون هنرجو توضیح نداده. شما اگه میخواید یوزر باشید، بر فرض مثال، باید برید هوش‌های مصنوعی مختلف رو بشناسید. سورا رو بشناسید، چت جی پی تی رو بشناسید، هایپر رو بشناسید، بعد دیپسیک رو بشناسید. اینا رو بشناسید، محیطشون رو بشناسید، باشون کار بکنید و خروجی ازشون بگیرید. ولی اگه میخواید طراح باشی، یعنی یه کسی باشه که یه دیپسیک طراحی کنه یا مثلا یه سورا طراحی بکنه، شما باید بیاد یه بازه زمان 6 تا 1 ساله رو بذارید وقت برای این یه واقعیتی هستش. خیلی ها میان می‌نویسن تو 3 ماهه من دوره هوش مصنوعی گذروندم و تسلط کامل دارم. نه، اینجوری‌ها نیست. هوش مصنوعی از چندین پارت تشکیل شده. شما باید تو اون پارت‌ها زمینه اولیه رو داشته باشید، اون کارهای اولیه رو کرده باشید که بتونید با در دست دادن هر پارت اونا رو به هم دیگه بچسبونید و یه هوش مصنوعی درست بکنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. انشالله این ویدیوی من کاملا آگاهتون کرده باشه برای استارت هوش مصنوعی.